درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 38. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره‌کنی و راهبری تعبیر می‌شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه‌ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می‌یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینه صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتاب پنجم، باب یکم. کوروش به ارسپ فرمان داد که محض همین زن را پاسبانی کند تا دمی که کوروش او را به نزدش دعوت نکند. ارسپ فرمان را شنیده پرسید: ای کوروش، این زنی را که برای پاسبانی به من باور کردی یگان بار دیده ای؟ تا حالا نه، به نام زئوس قسم می خورم، جواب داد کوروش. اما من او را دیدم هنگامی که ما او را برایت انتخاب نمودیم. باید گفت وقتی که ما به خیمه‌اش در آمدیم در ابتدا چهره‌اش را خوب معاینه نکردیم. وی در احاطه کنیزکانش در بالای زمین می نشست و غیر از این او مانند غلامانش لباس یکخیره داشت. اما بعد پرسان شدنمان درباره آنکه کدام آنها بانوی شاه است و همه را از نظر گذرانیدن، به زودی پی بردیم که وی از دیگران تا چی اندازه فرق می کند. گرچنده که او یک زنی سوزیانی بود و در بالای زمین نشسته رویش را پناه می نمود و نگاهش را کند کرده بود. اجازت دادیم که از جایش برخیزد. صرف نظر از آن که همه زنان گرد و اطرافش همراه او راست می ایستادند، وی با قد و قامت بلند، اندام نهیش نجیب و لطف خود ناوابسته از سر و لباس عادیش در بین آنها خیلی فرق می کرد. این چنین عیان بود که اشک از چشمانش جاری شده پایانتر تا به لباسش می ریخت و حتی تا به پایهایش می رسید. در این حال سروری ما گفت: آرام شو زن، البته شوهرت ما درباره او شنیده ایم آدمی خوب و عالی همت است، اما بدان که کسی که حالا تو را به او می بخشیم در زیبایی و عقل از شوهرت بدتر نیست و قدرتی کمتر ندارد. حد اقل به عقیده ما اگر کسی سزاواری تعریف باشد این کوروش است که از این پس به او تعلق خواهی داشت. زن چون این سخن را شنید لباسش را پاره پاره کرد
و داد و فغانی ریقتاور برداشت. یک جایه با او غلامانش گریه برداشتند. اکنون اکثری چهرهش و گردن و دستانش هم نمایان شدند. بدان کروش که به اندیشه من و به نظر دیگران که او را دیده بودند در آسیا چنین زنی در بین آدمان هنوز نبوده است و تولد نشده است. از این رو به هر حال خودت به نزدش رفته از زیباگیش حلاوت بر. نه، قسم به نام زیوس، گفت کروش، در این باره حتی فکر هم نمی کنم، اگر وی همان طوری باشد که شما تصویر می کنید. اما برای چی؟ پرسید جوان مرد. زیرا که، جواب داد کروش، اگر حالا از زبانی تو درباره زیبایی وی شنیده و اطاعت نموده برای لذت بردن به نزد وی روم، در حالی که من حتی وقتی خالی ندارم، می ترسم که وی از تو هم بیشتر مرا وادار می کند که بار دیگر آمده مفتون او گردم. آنگاه همه کارهایی را که من باید انجام دهم ترک کرده، احتمالاً در تنهایی نشسته از او حلاوت می برم. آنگاه جوان خندید و گفت: آیا کروش، به فکر تو زیبایی انسانی هر کس را حتی برخلاف اراده‌اش هم وادار می سازد که به ضد ادراک قرض و وظیفه‌اش رفتار نماید؟ اما اگر ترتیبات طبیعی اشیا چنین می بود، زیبایی به همه برابر تأثیر می کرد. تو می بینی که چطور آتش همه را می سوزاند. این خاصیت طبیعی آن است. در مورد اشخاص زیبا باشد، بعضی ها آنها را دوست می دارند، بعضی ها نی. به هر حال یک شخص یکی را دوست می دارد و شخص دیگر دیگری را. آخر این کاری خیر است. به هر کس انسانی را که به او معقول است دوست می دارد. بله، این در آمد گپ است. برادر نسبت به خواهرش محبت احساس نمی کند. او را شخص دیگر دوست می دارد و پدر در عشق دخترش نمی سوزد. او را نیز شخص دیگر دوست خواهد داشت، زیرا ترس و قانون برابر قادرند که به محبت خلل رسانند. در همین حال اگر کسی قانونی مقرر سازد که با آدمانی که از غذاخوری خودداری می نمایند گرسنگی را از سر گذرانند، و آنهایی که از آب نوشاکی محروم شده اند از تشنگی عذاب کشند و در زمستان خنک خوردن و در تابستان به گرمی سخت طاقت کردن را منع می کند، هیچ گونه قانون به هدف خود رسیدن نمی تواند، زیرا آدمان طبیعتاً به این حسیات تابع می باشند. عشق باشد کاری اختیاری است. هر کس دیگری را موافق طبع خودش دوست می دارد و در نسبت لباس و پایافزال هم چنین رفتار می کند. اما اگر عاشق شدن فعل اراده خیر باشد، گفت کروش، پس چرا هر چیز زودتر از این هوس آزاد شدن غیر امکان است؟ من دیدم، ادامه داد او، که چگونه آدمان از ناکامی در عاشقی گریه می کنند و خود را در بندگی معشوقه اشان وامی گذارند. هرچند قبل از آن که عاشق شوند آنها بندگی را شر مطلق می دانستند. چگونه آنها چیزهای زیادی را صرف می کنند که بهترش از آن محروم نشوند و برای رهایی از این هوس چون خلاص شوی
از یگان بیماری دعا می خوانند، اما از آن رهایی یافتن نمی توانند، بلکه برعکس خود را بیشتر در آن بسته می یابند، نظر به آن که اگر یگان نفر آنها با زنجیرهای آهنین زولانه زده شده باشد. آنها خود را در اختیار محبوبه هایشان گذاشته در همه کارها در خدمت آنها قرار می گیرند. در عین حال به چنین بدبختی ها نگاه نکرده آنها حتی فرار کردن هم نمی خواهند، بلکه برعکس برای محبوبشان غمخواری می کنند تا که مبادا از دستشان نرود. به این سخنها مرد جوان جواب داد: البته بعضا چنین رفتار می کنند، ولی آنهایی که فعلشان چنین است بزدلند. برای همین هم به فکرم همیشه آرزوی مرگ را دارند، گویا از بدبختی کاملا پخش شده باشد، هرچندی که راه‌های زیادی قطع نمودن حیات وجود دارد، ولی آنها برای استفاده از این راه‌ها شتاب نمی کنند. چون این آدمانی بزدل تلاش دزدی کرده از صاحبیت به مال کسی دیگر خودداری هم نمی کنند. گذشته از این اگر چیزی دزدند یا به یغما برند، راضی شو که تو اولین شده چنین دزد و یغماگر را گناهکار کرده ضرورت دزدی صادر شده را تحت سوال می گذاری و چنین کار را نه حق می براری بلکه جزا می دهی. اما عیناً همین طور آدمان زیبا مجبور نمی کنند که او را دوست دارند و به جانب کار مجبور نمی کنند که تلاش برای آن نباید انجام پذیرند. فقط آدمان سست اراده زیر تأثیر قوه هر گونه هوس‌ها می افتند و بعد عشق را ملامت می کنند. مردمی واقعاً اصیل اگر آرزوی طلا یا اسب پاک یا زنان زیبا داشته باشند، می توانند از این همه خودداری کنند و برخلاف عدالت به آنها دست نزنند. من هم خلاصه کرد او، هرچند این زن را دیدم و او به نظر من نهایت زیبا می نمود، ولی من تا حال همراهی تو می مانم، همچون سوارگرد نظامی خدمت می کنم و وظیفه های دیگری خود را به اجرا می رسانم. این راست است، به نام زیوس قسم می خورم، تصدیق نمود کروش، اما شاید تو او را بر وقت‌تر ترک کرده ای، پیش از آن مهلت که در طول آن عادتاً محبت شخص را فرا می گیرد. چون که به آتش هم رسیدن ممکن است و در حال عضوی بدنت نمی سوزد و درخت هم در حال علنگه نمی زند. به هر حال من با اختیار خود نه به آتش دست می رسانم و نه به زنان زیبا می نگرم. به همین معنی ارسب، من به تو هم مصلحت نمی دهم که به زنان زیبا دور و دراز نگاه اندازی. آتش کسی را که دست به آن می رسد می سوزاند. زنان زیبا باشند، حتی آنهایی را که از دور می نگرند بر آتش عشق می اندازد. پروا نکن کروش، جواب داد ارسب. حتی اگر من پیوسته و یک زنی زیبا با حوصله چشم دوزم هم نمی گذارم که او بر من چنان غالب آید که هر چیزی را که برایم ضرورت ندارد باید به اجرا رسانم. خیلی خوب گفتی، قید نمود کروش. پس چنان که من به تو فرمان می دهم او را پاسبانی و در حق او غمخواری کن، زیرا چنین اتفاق افتادنش نیز امکان دارد که این زن به ما فایده کلان خواهد آورد.
بعد این صحبت آنها از هم جدا شدند. در همین حال مردی جوان پیوسته زیبایی زنی اسیر را مشاهده نموده با اصالت روح او بیشتر قایل می کردید و به او علامت‌های توجهش را ظاهر کردن گرفته کوشش می کرد که در همه چیز او را خوشنود سازد. همزمان پی برد که زنی اسیر نیز از کوشش‌های او خود را به نادانی نمی‌زد، بلکه برعکس به خدمتگارانش فرمان می‌داد که هنگام آمدن او غمخواری کنند تا همه چیزهای ضروریش را داشته باشد و در حالت بیمار بودنش از چیز تنقیصی نکشد. در نهایت کار او عاشق شد و البته در این کار چیزی تعجب آور نبود. کار همین طور صورت گرفت. در همین حال کروش می‌خواست که مادها و همپیمانانش با اختیار خود همراه او بمانند و پس همه سروران آنها را به نزدش دعوت نمود و هنگامی که جمع آمدند به آنها گفت: سربازان مادها و شما همه آنهایی که در اینجا حاضر هستید، نغز می دانم که همراه من به این محاربه حربی نه از روی هوس فایده گرفتن و نه از روی اعتقاد وارد گشته اید که با این کارتان آنچه را که به اکثر پسند می آید به اجرا می رسانید. فقط به خاطر پسند آمدن و به خاطر احترام من شما راضی شدید که شبانه جنگ کرده جان خودتان را همراه من در خطر گذارید. برای این من از شما خیلی منت دارم و دیگر خیل هم شده نمی توانم. اما به شما برای کارهایتان ارزشی به آن برابری سپاسگزاری را به نظرم هنوز ندارم. من از گفتن این سخنها شرم نمی دارم. با وجود این باور کنید برایم بیان سخنان زیرین شرماور بود. اگر با من همراه بمانی منت دارت خواهم کرد. زیرا به اندیشه من آنگاه چنین به نظر می رسد که گویا من تنها برای آن قول می دهم که شما خواهش بیشتری با من ماندن را تکمیل می دادید. بجای این من چنین می گویم حتی اگر شما به که اکثر اطاعت کرده مرا ترک کنید، من به هر حال اگر موفق شوم کوشش به خرج می دهم که سزاوار احترام شما گردم. زیرا خودی من البته نیتی رفتن ندارم، ولی به آن سوگندها و دستفشاری هایی که با گیرکنیان داشتم صادق خواهم ماند تا که مرا به خیانت به آنها این چنین به گابری که حالا به ما هم قلعه و کشور و هم لشکرش را می دهد متهم نسازند و من همه کارها را به سامان می رسانم تا که آنها از آمدنشان به نزد من پشیمان نشود. اما مهمتر از همه وقتی که خدایان به ما اینقدر روی راست خوشبختی عطا می کنند، من می ترسیدم که غضب آنها را نبیارم و شرم می داشتم که اگر بی عقلانه همه اینها را ترک کرده از اینجا بیروم. من خلاصه کرد او چنان رفتار خواهم کرد که حالا بیان نمودم. شما هم چنان که تصمیم می گیرید همان طور رفتار کنید. تنها درباره تصمیمتان به من خبر دهید. شما گفتار 38 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.